سوریان. ببینیم که حمید سوریان در خاک چه خواهد کرد. 2 تا برانداز جانانه بزنه برنده خواهد شد. کاشیگیر 2 بنده قرمز قبل از سود حرکت میکنه. سیمینوف اینجا میره برای جفن برانداز، میره برای برانداز های بی نقش خودشون میدانه که بتونه اجرا کنه. یا علی به دنبال برانداز میره برای سالسا برانداز، میره برای 4 امتیازی. یه برانداز سالسا برانداز افراد میشه، یه برانداز دیگه 2 تا میزنه، 2 تا به پال میره استاد میزنه. آفرین به سوریان، آفرین به سوریان. یه سالسا برانداز دیگه سالن به قوقا کده تبدیل میکنه جوان با غیرت کشورمون. آفرین به حمید سوریان. تماشاگران رو مشاهده میکنید، ببینید آفرین. 7 بر 5 میشه، 10 ثانیه. حالا سیمینوف سعی میکنه چمرش مرکوز میشمارن، چمرش مرکوز 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه. تمام میشه. آفرین به سوریان. واقعا کاشی سختی بود، باور کنید سخت‌ترین کاشی عمرشو گرفت حمید سوریان.